آقا سلام، به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدی. امروز اومدم براتون ویدیو اسنپی بگیرم، یعنی اینکه به قولی این درستش کنم. اول خراب شد، درست شد، نشد، بعد درستش کنم. آقا امروز اومدم ویدیو اسنپی بگیرم. دارم با اسنپ کار میکنم، شغلمه دیگه. و اینکه میخوام ببینیم که روز کار با اسنپ توی شهر زاهدان چطوره. و خب من مبدأ مقصدا رو که برم به قولی بعد ویدیو میگم، نمیشه مسافر سوار باشه و ویدیو بگیرم، اما تا جایی که بتونم رو میگیرم. الان مسافر اولمون رو هم گرفتیم. کجا هست؟ دانشگاه 7. خب خوبه. ای خدایا، بریم میدون دور بزنیم. آقا این آورده از دانشگاه 7 تا به قولی کجا؟ ویلا باتری سازی برخورد زیبا شهر، منطقه زیبا شهر آورده. این بنده خدا اونجا یه آموزشگاه رانندگیه و بهتون قول بدم که آموزشگاه رانندگی رفته. خلاصه الان میخواد بیاد خونهشون، امتحانش داده و میخواد بیاد خونه بگیره بخوابه دیگه 100%. خلاصه آقا ما ویلا کار نداریم. کرایش هم زد، نقش 2 دقیقه زده تا رسیدن به مبدأ. و ببینم کرایش هم 116 فکر کنم زده بود. البته الان نشون نمیده. میگم مردم فیلم میگیریم یه طوری بد نگاه میکنن به این چیکار داره میکنن. هنوز زاهدم جا نیفتاده، خودمونه. خلاص آقا فکر میکنم 116 زده بود کرایه رو. و اینکه بریم ببینیم چطور میشه. خدا کنه اوضاع کار خوب باشه. البته اینم بهتون بگم من در کل 170 کیلومتر 160 کیلومتر ببخشید 160 کیلومتر من کار کردم با گاز تو این 2-3 روزه که خب گازم تموم شده و الان دارم با بنزین کار میکنم. حالا بریم ببینیم چطور میشه. خدا کنه فقط پلیس نباشه. چرا؟ به خاطری که این تلق آفتابگیر جلو رو زدم و اگه پلیس باشه اوضاع خوبی نمیشه. این صبر جلوییه و میبینید که خلاص آقا اینجوری ویدیو بگیرم براتون ببینم به کجا میریم. این تاریکیش به خاطر اینه ها، وگرنه هوا روشنه. خب از اونجایی که ما هوامون خیلی گرمه، بازش کنم به خاطر شما عزیزان. هوا روشن شد. آقا ما رسیدیم، ویدیو رو قطع میکنم بعد میام. فعلا خداحافظ. آقا من برگشتم. جدا از اون مسافری که به قولی بردم رسوندم زیبا شهر زاهدان، همون منطقه یه مسافر دیگه گیرم اومد و بردم رسوندمش بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان. خب بنده خدا مسیر اشتباه زده بود. اول زده بود بیمارستان امام علی، بعدش این مسیر اشتباه زده بود 134 تومن و از اونجا باز مسیر به قولی مقصد دوم زدم. نمیدونم
تغییر مسیر داشت نداشت حقیقتا وارد نبودم من و اون بنده خدا خودش وارد نبود و به خاطر همین مسیر دوم زدم. البته بهش گفتم خانم تغییر مسیر نداره یا من بلد نیستم، اما به قولی مقصد دوم میتونم وسط بزنم. گفت باشه بزن مورد نداره. بعد شد 297 تومن 300 تومن شد. بنده خدا 2000 تومن بهش تخفیف دادم. 2000 تومن بهش تخفیف دادم و رونش کردم. خب معلوم گرفتار بودن. میگه من دیروز که به قول امروز شنبه است 31 مرداد، دیروز جمعه بود. میگه که من دیروز اومدم 130 تومن 120 تومن دارم. خانم امکان نداره شما 120 تومن اومده باشید به این به قولی این همه مسیر رو. میگه من 120 تومن اومدم. حالا خلاصه دیروز شاید جمعه بوده به قولی تعطیل بوده اینا، مسافر ماشین کم بوده به خاطر همین. چون میشه بعضی روزا به قولی کرایه ها کمتر میشه، بعضی روزا بیشتر میشه، بعد ظهرها معمولا بیشتر میشه. مثلا شما یه مسیری که مثلا میگم شما با 100,000 تومان میتونی بری، بعضی وقتا اونو میرسونه به مثلا 60,000 تومان 70,000 تومان. این مدلیه. بعضی روزا همون مسیر 100,000 تومانی رو شما باید مثلا 160 تومان کرایه بدی. این مدلیه که خب البته شما کرایه رو انتخاب میکنیم معمولا که خب طرف معطل یا کرایه که پایین باشه ماشین قبول نمیکنه. مثلا یه دونه نمونهش امروز بود که یه بنده خدایی بود یک مسیری که حداقل 120 تومن کرایه‌اش بود و به قولی هی درخواست میداد به 85,000 تومن. خب 85,000 تومن خیلی کم بود، خیلی کم بود و به همین خاطر هم موقع ای خدا صفچه خلوت ازم تو گردش کنیم بریم تو میگن دیگه به قولی یادم رفت چه داشتم میگم ادارم میگم خلاص آقا این که کرایه ها این مدلیه و خب کمیسیونی هم که از ما کم میشه باید در نظر بگیریم. خداییش تازگی ها یه خورده به نظر من بی‌انصافی شده. کرایه ها یه خورده و بالا که بردن برای بقولی مسافر بنده خدا هم سخته ها، قبول دارن اما چاره ای نیست. مثلا من روز پنجشنبه فکر میکنم بود یه دونه مسافر بردم 218,000 تومن. شیشه رو بالا کردم که صدای بیرون اذیتتون نکنه که سرخ شد و عجب صف باحالی، صف گاز که ماشین گاز بزنم. صف خیلی باحالیه، به شدت صف خلوتیه. خلاص آقا ماشین پشت سر حالا بیان یکی دو نفر که بگم من نوبت دارم، دو نفر رفیقم هم داره میاد. ببین نه چه نه داره میگیره. خب ما وایسادیم 70 گرمونو بزنیم. آقا من برم نوبت رو بعد دوستم بگم به این بنده خدا پشت سری که من نوبت دارم. آقا من رفتم نوبت گرفتم. خب که رفیقم هم بیاد. بعد یه حاج آقای از اینایی که 24/9 گوش میدن. البته ما هم 9 گوش میدیم، ما هم
به قولی همین سرمون میشه، نه که نشه. خیلی هم اعتقاد و به قولی پایبندیم به این داستان ها. بعد میگم آجا من دوستم داره میاد، یه نوبت هم واسمون دارم، نه حق و ناس و فلان و این چرت و پرتا. گفتم آجا حق و ناس چی؟ صفحه گاز شلوغه، ما هم تو شهر داریم کار میکنیم، هوا گرمه، دهنمون سرویس میشه اینا. بخاطر این نوبتی حالا براش گرفتم، اون میاد برای من نوبت میگیره، هیچ فرقی نداره. گفتم آجا نوبت من باشه برای رفیقم، من از صف میرم بیرون. همین کارم کردم، اومدم از صف بیرون، یه 10-12 تا ماشین جلومه و دوباره تو صف وایسادم. هیچ مشکلی من ندارم، رفیقم تا بیاد الان به موقع تر میرسه. و به پشت سری گفتم آقا، گفت مشکلی نداره، ما هم همین کارو میکنیم، خیلی این کارو میکنن، عیبی نداره تو صف واستا، نوبت هم واسش بگیر. این مدلی. آقا من یکم واسم تو صف، هوا گرمه، برم تو سایه واستا. دمتون گرم. آقا گازم زدم ماشینو و اومدم، یا خودم کارمای نداشتم و رفتم انجام دادم و گیر کردم و کسی با هم بوده نمیشد ویدیو بگیرم. سر همین گفتم که الان ویدیو رو ببندم. حالا بعد از اون اگه شد فیلم میگیرم، ولی احتمال داره بتونم، احتمال داره نتونم. آقا دمتون گرم که ویدیو رو نگاه کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حمایت کنید، ممنونتونم. خدا نگهدارتون باشه.